عضلات هم ببین. من ایرانی نه عضله بکشم منو ببین اینا. عضله من ببین. من سفیدم منم کسخل، عضله تو که سفید نیستی. منم سفیدم. سفید بازی کنیم. چند سالته؟ 15. دارم میرم 14. تو خیلی آشنایی. آره تو اینستا هستم. اسم چیه؟ رضا گلزار. واقعا؟ یه میشه بوسم پش کنی؟ گوش بده. ممنونم. میگم رو من کراشی؟ نه داف از دستت بره دیگه. من 25 سالمه، میتونستیم. پشما ایمان وایسا، ایمان رد نکن دمت گرم، رد نکن جانم. باشه داری. نوکرتم به خودم، یادم داشتم فیلمتو نگاه کردم. نوکرتم دمت گرم. ایمان جان یه سوال فقط ازت دارم. جانم. یه سوال ازت دارم ببخشید. بگو. حاجی من همین چند سال پیش مینی چت نصیحتم، اولا خارجی میاد بعدا همه ایرانی شده، چیکار کنم؟ الان ایرانی همه ایرانی. آره چیکار کنم؟ مشکل از کجاست به نظرت؟ تو گوشی یا تو پی سی؟ من گوشی ام. آره تو گوشی. چیز چم تو. وی پی ان ها؟ نه چی؟ این یکی هم بکن گوشت درست بگم بفهمی. باشه از دست. بگو. آه مرسی واقعا. هم مشکل رفت شد دیگه. آره داشت نکردم. آیی که کشیدی همیشه حل شد. عشق من. قربونت. نکردم خلاص. خب داشتم سوالمو دوباره میپرسیدم تو همین الان تظاهر کن ما رو تا حالا ندیدی. سلام. کسخل دیدم دیگه نمیشه دیگه. خب من سوالم همینه که واقعا اگه یه پسر افغانستانی به شما پیشنهاد بدهد شما قبول میکنید؟ آره حاجی بله. آره چرا؟ حاجی فرقی نمیکنه، نداره. مهم شعور اون فرده. مهم اینه که اون فرد چجور عقل داره یا نداره. یعنی خوشت اومده؟ آیدی تو میدی؟ آیدیمو بدم؟ آره اول کراشی باید. آره که روشن بود. آیدی تو بده. آیدیمو گرفتی چیکار؟ یادم رفت. همینجوری. من آیدیمو میگیرم همینجوری. الان آیدی این استاته یا شماره گوشیم. وای چقدر نمکی. خوبی عزیزم؟ مرسی خوبی خودت؟ چطوری تو؟ خوشگل هستی تو. چه زیبا هستم نه؟ من بودم به تو میدادم عزیزم. از رو معرفتت این. فکر کن با یه مجنون افغانی مجنون دیوانه میگویند اون بیاد بهت پیشنهاد بده قبول میکنی؟ آره دیگه پس چی قبول میکنم. مال اونم قبول میکنی. تو دیگه خیلی انسانیت داری. نه داداش همین حس مهمه، این حس بین ما پسرا مهمه. همین حس تو دوست داشتم. خیلی ممنون. چی داداش چی دیدی؟ دستتو اینجوری کن خیلی سفیدی. یورو. آره دیگه مال تو یورو دلار یکیه تقریبا. مال تو آره یه خورده گرون‌تره. چی میگی تو چیه؟ چی شد؟ یورو دلار کیه یکی شد؟ ببین یکی نیست ولی تقریبا نه، ولی پولا نزدیک همه دیگه. فوقش $1 $2 فرق شد دیگه. درسته؟ نه. چرا دیگه؟ ها؟ اسم چیه داشت؟
گفتم که اسمم علیه. آه آخه منظورت کسخله یا عاشق؟ نه یکی که کلا عقل نداره. ببین منظورت از عقل چیه؟ من منظورم از عقله که به تو توهین نکنه، به شعورت روانیه میزنه خودشو بعد در و دیوار. خب نه حاجی، اونی که اینجوریه میتونه رو من پس نجات تاثیر بذاره. پرستی؟ پس تو نجات پرستی؟ خب ایرانی روانی هم داریم دیگه. تو همون خوشگل ترین پسر دنیا نیستی عزیزم. آره داشت میبینی که معلومه از همین بله داشت زیبا صورت ما. روسی هم من. جدی تو روسی؟ آره. پدر ایرانیه و مادر؟ آه داداش خب کدوم پدرت ایرانیه یا مادرت؟ آه دهنت سرویس. داشتی چیکار میکردی؟ گلبم واسطات یا الان این هم گلبش واسطاده نمیدونه چی کار کنه. هلو هلندیه. هلو هلو معروف عاشق چیه باز؟ Hey how are you? I love you too. دوست دارم عشق منی عشق منی. تو رو هم دوست دارم. ما هم دوست داریم. همین جوری که هستید همین جوری دوستتون دارم اصلا. ببینم ریشتو با چی میزنی؟ با شام. مامانت به پسرای الان کلا این شکلی هم که میان به طرف میگن بعدش چند ماه میان میگن که آره بیا اوکیشیم اینجوری فلان، بعد میبینن طرفشون نمیده ولش میکنن. الان اولویت سیسته. الان بدنه مهم نیست، مهم اینه که اون چیز تو بدن تو هست. چیه اون؟ چی و اگر چی درست دقیق نگفتی ولی فهمیدم گرفتم. سلام درود. داداش من تو رو میشناسم. لام خیلی جذابی. کش نمیخوای یه ریاکشنی نشون بدی؟ ما اینجوری میخوریم. شما چه جوری میخوری؟ ما اونجوری میخوریم. اینجوری میکنم خوشگل‌تر میشم. خیلی زیبایی اصلا. چطور واقعا خوبه. کن خفه شو دیگه، دهنت هر شده مادر قهبه. داداش چه خبره؟ چه خبره؟ نارنگی میخورم. نارنگی میخوای؟ چرا با پوست میخوری؟ خب منم تگ کن دیگه لام هستم. نه میذارم یوتیوب. اینستا نمیذاری؟ مگه دافی؟ یکی از رفیقامو نشون میدم یه پیرنی پوشیده یه قیافه‌شو نشون میدم. باشه بعد تو بگو هیکل این چطور میتونه باشه. باشه. بعد آنباکسش میکنم برات. این رفیقم خب آه الان میخوام آنباکسش کنم. خب هیکلش به نظر چطوره؟ به نظر من فعلا سیخ کرده. کن یه حالا الان میخوام بریم زیر لباسشو ببینیم با هم دیگه. آماده ای؟ باشه. 3 پایینو بگی Hi. Hey how are you? Good, thank you. Can I say something in Persian? Yes, you can. میشه بزنم تو صورتت همینجوری با سیلی محکم؟ No, you can't. اوکی
مرسی. بچه یوتیوبره من اینو دیدمش امروز تو یوتیوب 2 سال سینگلم خب آها. بعد کسچر نگو آره 2 سال دیگه. سینگلم اه. بعد تو این 2 سال یعنی هر کی میاد سمت من با هم حرف میزنه ولی اوکی نمیشه باورت میشه من کلا 2 تا رل داشتم. تو رابطه داشتی دیگه 100%. نه نداشتی آفه چه پسر خوب 0 کیلومتر. کی میاد بگی عادت این رضا فرشته از مناطق محروم. Speaking I know English. something in Jordan What is it? and this the only thing It's not I just learned it from Jordan boy. Do What it is it? again. Do it again. Let me see. No. Do it. You do it. Bitch. میگفتی نباشی میگفتم من آه. Max Verstappen. آه. I'm serious. I'm also serious. Can you give me a hand? Where are you from? France. Oh. You wanna be my girlfriend? Алиса, You как wanna say сказать? yes? Как дела? You wanna say yes? Yes, yes, yes. First kiss, first kiss.